سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 9 مارت تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. والی ولایت بلخ افغانستان در یک حمله مرگ طلبانه کشته شد. نزدیکان ژورنالیست خورشید فاضلوف تا حال نمیدونند او را برای چه دستگیر کردند. اعتراضها در گرجستان حزب حاکم را مجبور به عقب نشینی کرد. وزیر سابق مدافع قزاقستان به 12 سال زندان محکوم شد. اعتراض زنان و دختران افغان به ضد رژیم طالبان. صبح 9 مارت باز دو زمین لرزه بدخشان تاجیکستان را تکان داد. و اکنون تفصیلات خبرها. والی از سوی طالبان تعیین شده ولایت بلخ افغانستان محمد داوود مزمل صبح 9 مارت سال 2023 در نتیجه یک ترکش کشته شد. بنا به گزارش رسانه‌ها از جمله طلوع نیوز، مزمل در بنای حکومت ولایت در مرکز مأموریش شهر مزار شریف کشته شد. گفته می شود یک تروریست مرگ طلب که در بدنش تسمه را با مواد ترکنده چسبانده بود خود را در قبت دوم بنای حکومت ولایت ترکاند. همراه والی در این حمله 2 نفر دیگر هم کشته شدند. از زمان ماه آگوست سال 2021 با حکومت در افغانستان رسیدن حرکت تندرو طالبان، محمد داوود مزمل تا امروز بلندپایه‌ترین مقام مربوط به این حرکت است که در نتیجه سوء قصد کشته می شود. تا کنون کسی مسئولیت کشتن والی بلخ را به دوش نگرفته است. به ضد رژیم نو طالبان در شمال افغانستان هم باقی مانده های سابق ائتلاف شمال که احمد مسعود فرزند فرمانده شورتیار آن ائتلاف احمدشاه مسعود تحت پرچم خود جمعشان کرده است می جنگند و هم رقیبان طالبان از گروه دیگر تندرو داعش خراسان. قلمرو ولایت بلخ در سال 2022 برای چند حمله موشکی به قلمرو کشورهای همسایه ازبکستان تاجیکستان استفاده شده بود. مسئولیت آن حمله ها را جنگجویان گروه داعش خراسان به دوش گرفتند. با گذشت 3 شبانه روز نزدیکان خورشید فاضلوف روزنامه‌نگار تاجیک نمیدونند او چرا در بنای اداره امنیت شهر پنجکن قرار دارد و کسی هم به آنها شرح نمیدهد که سبب بازداشت او چیست. یکی از نزدیکان خورشید فاضلوف روز 9 مارت سال 2023 در صحبت با از پلیوس گفت مسئول از شعبه امنیتی شهر پنجکن وعده کرده بود که شام 8 مارت او را رها میکنند، ولی پس از نصف روزی 8 مارت طلب کردند که تلفن و کامپیوتر شخصی و لباسش رو بیاریم. یک مرتبه نشان دادند، گفتند بیاناتش رو گرفتیم. به همش اقرار شد ولی مشخص نگفتند که به چه گناهی اقرار شده است. گفت یکی از نزدیکانش در صحبت با از پلیوس. عزیزا نومانووا مادر خورشید فاضلوف هم در صحبت با از پلیوس تصدیق کرد که فرزندش رو دیده است ولی امکان صحبت ندادند. خورشید رو دیدم اما نگذاشتن صحبت کنیم. نمیدونم چرا پسرم در بازداشت است چون هیچ کس شر نمیدهد، گفت عزیزا نومانووا. عین حال نزدیکان روزنامه‌نگار در پی جستجوی وکیل دفاع بودند، زیرا میخواهند ادوکات با استفاده از وکالت به مقامات قدرتی مراجعت کند تا سبب بازداشت خورشید فاضلوف را شرح دهند. با گذشت 3 شبانه روز مقامات بازداشت او را شرح نمیدهند و کوشش‌های از پلیوس نیز برای دریافت شرح رسمی به نتیجه انجام یافت. شورت انورزاده سردار شعبه کارهای داخلی شهر پنجکن روز 7 مارت بعد شنیدن سوال درباره احتمال بازداشت خورشید فاضلوف گفت من او را نمیشناسم و گوشک را گذاشت. طبق طلبات قانونگذاری تاجیکستان مهلت بازپرسی گمانبر شده از لحظه بازداشت 48 ساعت بوده. بعد آن بازداشت شده یا باید آزاد گردد یا نسبت به او رسما عیب اعلام کرده شود. همچنین طبق طلبات قانون نفر بازداشت شده از لحظه بازداشت به وکیل دفاع دسترسی داشته باشد. یادآور میشویم خورشید فاضلوف از منطقه زرافشان برای رسانه‌ها خبر و گزارش مینوشت و پس از نصف روزی 6 مارت در داخل اداره مهنت مهاجرت و شغل اهالی شهر پنجکن از سوی افراد ناشناس که در تن لباس ملکی داشتند دستگیر و به سوی نامعلوم برده شد. نزدیکان ژورنالیست گفته بودند بعد پرسجو معلوم کردند که او در اداره امنیت شهر است و مسئولان آن وعده کرده بودند که بعد بازپرسی جوابش میدهند، ولی طور دیده می شود او تا حال در بنای این اداره است و معلوم نیست که به نزدیکی آزاد میکنند و یا او به کدام جرم گمانبر است. خورشید فاضلوف که 37 سال دارد، صاحب 3 فرزند است، بیشتر با رسانه‌های مستقل همکاری داشت
و در موضوعهای اجتماعی از منطقه زرافشان مواد و گزارش تهیه می‌کرد. روز 8 مارس سال 2023 در روز عید بین المللی زنان، گروهی از زنان افغان در کابل پایتخت افغانستان به ضد سیاست‌های زن‌ستیزانه حکومت طالبان اعتراض کردند. همزمان گروهی از زنها در ولایت غور نیز به نشان اعتراض در مقابل بنای حکومت این ولایت دست به تجمع زده از طالبان حقوق کار و تحصیل زنان و دختران را طلب کردند. هر دو تجمع با سر دادن شعارهای نان کار آزادی خواستار جلب توجه اعضای حکومت طالبان به زنان و دختران در افغانستان شده از جامعه جهانی طلب کردند تا طالبان را برای پایمال کردن حقوق زنان پاسخگویی کنند. این بار اول نیست که زنان افغان پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان دست به چنین تظاهرات میزنند. الکی پس از 2 روز غصب حکومت از طرف طالبان در تاریخ 17 آگوست سال 2021 زنان و دختران در کابل به راهپیمایی برآمده از طالبان خواسته بودند به حقوق زن در افغانستان ارج گذاشته مانع کار و تحصیل آنها نشوند، ولی این تجمع زنها را نیروهای طالبان پراکنده نموده چند تن آنها را بازداشت نیز کردند. در عموم حتی بعداً در تظاهراتی که زنها برای از حق رفتن به مدارس و دانشگاه‌ها دفاع نموده به خیابان‌های کابل، جلال آباد، هرات، تخار و مزار شریف برآمده بودند، نیروهای طالبان آنها را بی‌رحمانه سرکوب و در یک حالت برای آنها مواد کیمیاوی نیز پوشیده بودند. وقتی که طالبان دوباره حکومت افغانستان را غصب نمودند وعده داده بودند که به فرق از حکومت قبلیشان این دفعه به حقوق زنان و دختران ارج می‌گذارند. در دوره حکومت یکم طالبان در محضر عام سانسور کردن زنها در جنایت‌های اخلاقی چون مناسبت‌های غیر مشروع به یک امر تبدیل یافته بود. در اول ماه سپتامبر سال 2021 طالبان کابینه حکومت خود را اعلان نموده برخلاف وعده‌های قبلی به این حکومت یگان زن را داده نشد. بعدا آنها دختران از سن 12 بالا را از رفتن به مکتب منع نمودند. در ماه دکمبر سال 2022 برای دختران حتی تحصیل در دانشگاه‌ها نیز منع گردید. اینچنین آنها امر دادند که زنها نمی‌توانند تنها به کوچه برآیند و حتما باید یک نفر از جنس مرد همراه آنها حضور داشته باشد. علاوه بر این برای زنای افغان آفریدن نقش در فیلم‌ها، گشت و گذار در پارک‌ها و مشغول شدن به تجارت نیز از طرف حکومت طالبان منع شد. بنا به گزارش‌ها تنها در سال 2022 در افغانستان دست کم 159 زن کشته شده، 50 زن وادار به خودکشی شده است. در طول 1.5 سال حکومت آنها در هلمند 36، در نیمروز 16، در پروان 7، در قندهار 5، در کپسیار 4 و در تخار 3 جسد زن را پیدا نمودند. گفته می شود همه این زنها از سوی نیروهای طالبان ربوده شده، بعداً به طور مرموز نزدیکان آنها جسدها را در خیابانها پیدا کردند. همزمان روز 8 مارس گروهی از فعالان زنهای شناخته ایران و افغانستان در یک نامه سرکشاده خواستار به رسمیت شناختن اپارتاید جنسی به عنوان جرم در قانونهای بین المللی شدند. گزارشگران سازمان ملل متحد نیز در روز جهانی زنان گفتند که زنان در شرایط عذره به دوره رژیم اول طالبان برگشتند و همه دستاوردهای زنان در مدت 20 سال گذشته از بین رفته است. با وجود همه این بدرفتاری نسبت به زنان، طالبان روز 8 مارس را به بانوان افغانستان تبریک نموده گفتند که حیثیت زن را در جامعه افغانستان بالا بردند و در این رابطه امر کسی را نمیپذیرند. در همین حال در آستانه روز بین المللی زنان، اتحادیه اروپا 2 تن از وزیر طالبان، وزیر تحصیلات عالی ندام محمد ندیم و وزیر امر بالمعروف محمد خالد حنفی را به دلیل نقض حقوق زنان تحت تحریم قرار دادند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. در تفلیس پایتخت گرجستان که پس از قبول قانون گماشته خارجی از طرف پارلمان این کشور یک جنبش سیاسی نزدیک به کرمل طرحش را پیشنهاد کرده بود، شب دوم است که مردم دست به اعتراضات گسترده زده خواهان لغو این قانون شدند. اعتراضات پس از آن سر زد که پارلمان گرجستان روز 7 مارس سال 2023 طرح قانون را درباره اگنت خارجی به حضور نمایندگان اصحاب مخالف بررسی و قبول کرد.
نمایندگان جامعه شهروندی و اعضای حزب‌های مخالف این طرح قانون را روی بردار و پیروی از عین قانون روسیه نامیده میگویند که این قانون برای سرکوب و پرونده‌کشایی علیه روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی تهیه شده است. طرح این قانون را سابق وزیر گرجستان سرمایه‌دار بدزین ایوانیشویلی طرح‌ریزی کرده به پارلمان پیشکش کرده است. این اولیگارخ که ثروتش را اساساً در روسیه جمع آورده است، با بیانیه‌هایش به ضد پیوستن گرجستان به اتحاد اروپا و به طرفداری از نزدیک شدن تفلیس با روسیه معروف است. هنوز در ماه فوریه سال 2023 در پی رسانه‌ای شدن خبر این طرح قانون چند دفعه روزنامه‌نگاران گرجی در نزد بنای پارلمان با نشان اعتراض جمع آمده بودند. دویم مرد باشد هنگامی که چند تن وکیلان در پارلمان از این طرح تنقید کردند، پلیس روزنامه‌نگاران و مخالفین حکومت را از بنای پارلمان راند. در این راستا امریکا و اتحاد اروپا نیز قبول چنین قانون را تأسف‌بار خوانده گفتند که پذیرفتن چنین یک قانون باعث قبول نشدن گرجستان به هیئت اتحاد اروپا می‌گردد. این طرح را پرزیدنت گرجستان سلام زوراباشویلی نیز نپذیرفت و گفته بود که به آن حتما ویتو می‌گذارد. این قانون سازمان‌هایی را که از کشورهای خارجی مبلغ می‌گیرند تحت نظارت جدی مقامات قرار داده در حالت سرپیچی آنها را می‌تواند به جوابگری کشاند. طور تجربه روسیه نشان داد هر شهروند حتی بدون داشتن یگان سازمان هم می‌تواند زیر بار این قانون رود. حتی بعضی بلاگرها برای گرفتن مبلغ خود از یوتیوب و گوگل نیز اگنت خارجی اعلان شده در آینده مفلس شدند و بیکار ماندند، چون از روی این قانون در روسیه داشتن همه گونه ارتباط با شخصان و سازمان‌هایی که تمغه اگنت خارجی گرفتند میتواند عاقبت ناخوب داشته باشد. برابر قبول قانون اگنت خارجی شام 7 مارس مقدار زیاد مردم در نزد پارلمان گرجستان جمع شدند. نزدیک به شب باشد تعداد زیاد مردم گفته می شود از 7000 تا به 10000 نفر به خیابان‌های شهر تفلیس برآمده راهپیمایی اعتراضی دایر کردند، ولی برابر نزدیک شدن به بنای پارلمان پلیس و نیروهای مخصوص گرجستان برخورد سخت نسبت به اعتراضگران نشان داده دست کم 66 نفر را بازداشت کردند. شب 8 مارس باز باشندگان پایتخت گرجستان به نشان اعتراض و از شب گذشته به مراتب زیادتر به خیابان‌های تفلیس ریختند و از حکومت درخواست لغو قانون قبول شده و آزادی اعتراضگران شب گذشته دستگیر شده را طلب کردند. این راهپیمایی به برخورد شدیدتر از جانب پلیس روبرو گردید. در جواب بعضی از تظاهرگران نیز به سوی پلیس سنگ پرتویی کرده قوطی‌های پرتو را آتش زدند. نیروهای پلیس باشد با استفاده از گازهای اشک‌آور و ماشین‌های مخصوص آبپوش که با نام ودمیات معروف است تظاهرگران را تعقیب کردند. در همین حال شب گذشته رهبر حزب مخالف استراتژیا اگماشینبلی گریگوری واشیدزه برابران حزب حاکم ارزوی گرجستان شرط گذاشت که باید قانون قبول شده فوراً بازپس خوانده شود و همه بازداشت شدگان تظاهرات به قید و شرط آزاد شوند وگرنه تظاهرات را ادامه میدهند. بنا به خبرها روز 9 مارس حزب حاکم ارزوی گرجستان و جنبش نیروی خلق که هر دو یکجای این طرح را به پارلمان پیشنهاد کرده بودند تحت فشار اعتراضگران گفتند که قانون پیشنهاد کرده خود را بازپس گرفتند. نماینده اتحاد اروپا از این رفتار حکومت گرجستان تحسین کرده گفته است که گرجستان باید برای پیوستن به اتحاد اروپا کوشش کند از هر گونه قانون‌های سرکوبگر دور جوید. صبح 9 مارس سال 2023 در حدود ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان باز دو زمین لرزه اقتدار هر کدامش 4 از 5 بال رخ داده است. مرکزهای بین المللی زلزله نگاری که زمین لرزه های رخ داده در سراسر سیاره را لحظه به لحظه پیگیری میکنند خبر دادند که زمین لرزه اول با اقتدار 4 از 5 بال طبق جدول ریختر در 10 کیلومتر عمق زمین ساعت 05:38 دقیقه به وقت تاجیکستان رخ داده. مرکزش در 84 کیلومتری شمال و غرب مرغاب و تقریبا 50 کیلومتری شرق کوه سرس جایگیر شده بود. زمین لرزه دوم نیز با اقتدار 4 از 5 بال 1 ساعت دیر ساعت 6:30 دقیقه به وقت محلی در عمق 116 کیلومتر رخ داده. مرکزش در 54 کیلومتری غرب مرغاب و تقریبا 80 کیلومتری شرق کوه سرس جایگیر شده بود. این دفعه زمین در عمق 116 کیلومتر لرزیده است. نیمه دوم روز 8 مارس ساعت 15:40 دقیقه
به وقت معلی یک زمین لرزه اقتدارش 4 بال در 27 کیلومتری شهر خوروغ مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان رخ داده بود. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان نیز تصدیق کرد که صبح 9 مارس ساعت 9:36 به وقت محلی در جمهوری زمین لرزه به قید گرفته شد. مرکز زمین لرزه به گفته زلزله نگاران تاجیک در 407 کیلومتری جنوب شرق شهر دوشنبه 45 کیلومتری شمال و غرب مرکز نویه مرغوب جایگیر بوده است. گفته می شود زمین در عمق 116.2 کیلومتر لرزیده. قوه زمین لرزه در مرکزش 4.5 بال را تشکیل داد. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت بر اثر زمین لرزه تلفات جانی و خسارات به قید گرفته نشده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که صبح 9 مارس تخمینا ساعت 9:42 در کیلومتر 472 راه دوشنبه کولوب دروازه خوروغ در حدود دهه شپت نویه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان سنگریز فرآمده. این راه بین المللی را در قسمت ونج روشن موقتا بست. گفته می شود در حال حاضر برطرف کردن عاقبت‌های این آفت طبیعی ادامه دارد. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت خوشبختانه این سنگریز خسارات و تلفات به جا نگذاشته است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان همزمان به سهم ساکنان و مهمانان جمهوری میرساند که طبق پیشگویی اگنسی آب و هواشناسی تا 2 مارس سال 2023 در راه‌های دوشنبه خوجند، دوشنبه رشت، دوشنبه سنگوار، دوشنبه لخش، کولوب درواز، ونج خوروغ، خوروغ اشکوشم و خوروغ مرغوب خطر فرآمدن ترمه، ریزش سنگ، سیل و یرچ بلند باقی میماند. در رابطه با این کمیته از شهروندان خواسته است تا چاره‌های بی‌خطری شخصی را رعایت نموده از سفر به کوهستان، چراندن چاروا و جمع‌آوری هیزم و گیاها، اینچنین از ماهیداری و شکار در این روزها خودداری نمایند. همزمان به خاطر جلوگیری از آبخیزی در کوچه و منزل‌ها از اهالی خواهش کرده می شود که در این روزها تمام زهبور و کانال‌های آبپرتا را در اطراف خانه‌های خود توزیع کرده پیش از برآمدن برای فهمیدن وضع راه به معلومات نشر کرده کمیته حالتهای فوق‌العاده وزارت کارهای داخله و وزارت نقلیات توجه کنند. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 9 مارس سال 2023 با نشر چند عکس خبر داد که کارمندانش روز 7 مارس در ولایت با تاجیکستان امرز بودکند از کوشش به قرقیزستان انتقال دادن ناقل‌های برقی استیصال تاجیکستان جلوگیری کردند. گفته می شود در چارچوب یک عملیات ضد قاچاق یک ماشین رنگش سفید تمغه فولکس واگن تحت اداره شهروند قرقیزستان منع کرده شد. در جریان تفتیش در بردان این ماشین که از ناحیه مرزی لیلک به درونتر قلمرو قرقیزستان حرکت داشت به مبلغ بیش از 500,000 سوم ناقل‌های برقی استیصال تاجیکستان را پیدا کردند که به طور قاچاقی انتقال داده میشد. کردار ضد قانونی این شهروند قرقیزستان رسما حجتگذاری شده. ماشین او را همراه بارش همچون دلیل شیعی گرفتند. در رابطه با این حادثه چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی ادامه دارد. قرقیزستان مرزش با تاجیکستان را از 20 مای سال 2021 بلافاصله بعد از زداخوردهای خونین در مرز این دو کشور برای روی ساکنان و ماشین‌ها بست و این قریب 2 سال باز انتقال محصولات نیز بین دو کشور رسما منع شده است. هرچند بشکه قرار بستن مرز را به پاندمی کرونا ویروس ربط میداد ولی منصبداران قرقیز چند بار اصرار داشتند که مرز را تنها بعد حل تمام مسائل مرزی با دوشنبه از نو خواهند گشود. چند پیش جانب تاجیکستان از احتمال در روزهای نزدیک باز شدن مرز بین دو کشور خبر داد ولی خدمات مرزبانی قرقیزستان این را رد کرد. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون بیش از 300 کیلومترش همچنان تعیین و علامت گذاری نشده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز دو کشور جایگیر شدند هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه و رخ می‌دهند. این مناقشه و بعضاً به تیرپرانی‌ها می‌پیچند و باعث علاقت مردم از دو طرف می‌شود. در سال آخر 2021-2022 در نتیجه زدوخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور بیش از 200 نفر کشته شده، حدود 750 نفر از هر دو جانب زخمی شدند. وزیر سابق مدافع قزاقستان جنرال لیتنانت 50 ساله مراد بکتانوف در رابطه با حادثه‌های خونین ماه ینور سال 2022 که باعث هلاکت بیش از 2000 نفر شد به 12 سال زندان محکوم گردید. در این باره مطبوعات دولتی قزاقستان روز 9 مارس سال 2023 با تکیه به دادگاه مخصوص حربی
بین نویوی استونه خبر داد. این دادگاه هنوز روز 24 فوریه سال 2023 با صدور حکمش گنرال بکتانوف را بر اساس قسم 3 ماده 451 کودکس جنایی قزاقستان در بیرون رفتن از حد صلاحیت منصبی گناهکار دانسته است. دادگاه غربی به دلیل مور مخفی داشتن پروندهش درباره حکم بکتانوف تفصیلات دیگر نداده است. پرونده وزیر سابق مدافع قزاقستان هنوز ماه اکتبر سال 2022 برای بررسی به دادگاه غربی استونه سپرده شده بود. مراد بکتانوف ماه اوگوست سال 2021 به مقام وزیر مدافع قزاقستان تعیین شده. الکی بعد 5 ماه کار روز 19 ژانویه سال 2022 در پی سرکوب اعتراضهای خونین در کشور که بیش از 200 کشته به جا گذاشت از مقامش برکنار و در اول ماه فوریه سال 2022 بازداشت شد. او را اول در اجرا نکردن عهده‌داری‌های خدمتیش گناهکار کردند، ولی بعدا اتهام ضد او به بیرون رفتن از حد صلاحیت عوض کرده شد. بیرک اسیلوف دادستان کل قزاقستان ماه ژانویه سال 2023 در گزارشش پیرامون نتیجه های تحقیق حادثه‌های خونین ژانویه سال 2022 گفت بنا به فرضیه تفتیشات مراد بکتانوف به آن ابدار می شود که در دوره وضع فوق‌العاده از جانب مقامات اعلان شده فرمانهای غیر قانونی داده در آن روزهای خطرناک چندین انشاءات حربی استراتژیکی مهم را بدون حمایت گذاشته است. اعتراضها ماه ژانویه سال 2022 در غرب قزاقستان به ضد بالا رفتن نرخ مواد سوخت آغاز یافته بعد چند قریب همه شهرهای بزرگ این جمهوری را فرا گرفتند. در برخی شهرها گردجمعی‌ها به آشوب و درگیری‌ها با نیروهای امنیتی پیچید. اعتراضگران در چندین شهر هیکل‌های پرزیدنت قبلی نورسولطان نظربایف را شکسته شعارهای سیاسی زدند و اداره دولتی از جمله بناهای حاکمیت و شهر و ولایت الماتا و قرارگاه پرزیدنت در این شهر بزرگترین قزاقستان را آتش زدند. مقامات در سراسر کشور وضع فوق‌العاده و ساعت کماندانتی جاری کرد و از اودکبه یاری حربی خواستند و نیروهای این سازمان تحت نفوذ مسکو به قزاقستان فرستاده شدند. با اتهام دست داشتن در تشکیل بی‌ترتیبی‌ها چندین منصبداران بلندپایه از حلقه‌های نزدیک به پرزیدنت قبلی قزاقستان نورسولطان نظربایف از جمله رئیس کمیته امنیت ملی کریم مسیموف با همه معاونانش هنوز در روزهای ادامه اعتراضها به حبس گرفته شدند. همین طور نظربایف که امسال به سن 83 می درآید همگی 3 سال بعد رفتنش از قدرت از همه امتیازهای برای خود و خویشاوندان خود ساختش محروم شد و حالا در خانه‌اش در آستانه به قول معروف دولت به شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نویه فردوسی عریضه مرد 27 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که 6 مارس سال 2023 تخمیناً ساعت 04:30 دقیقه شخص نامعلوم برای آشکارا داخل خانه استقامتی شده از آنجا یک عدد تلفن موبیلی را تصرف نموده از جای حادثه غایب شده است. ضرر رسانیده شده 3150 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 31 ساله ساکن شهر کولاب که پیش با ماده‌های 237 و 255 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان سور شده است همچون گمانبر دستگیر کرده شد. اوید با حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه رودکی با عریضه مرد 31 ساله ساکن نویه بلجوا مراجعت نموده است که 4 مارس سال 2023 تخمیناً ساعت 2:30 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی وارد کارخانه خش شده از داخل جزدانش شناسنامه خارجی و 1530 سامانی را دزدیده از جای حادثه غایب شدند. ضرر رسانیده شده 2680 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که این جنایت مذکور مرد 41 ساله ساکن نویه اشکوشم که پیش با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان سور شده است صادر نموده است. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه فیض‌آباد عریضه زن 64 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که 5 مارس سال 2023 تخمیناً ساعت 16:30 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی وارد مغازه خوراکواری شده از آنجا محصولات گوناگون خوراکواری را دزدیده از جای حادثه غایب شدند. ضرر رسانیده شده 2500 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را دو مرد 35 ساله ساکن امین نویه صادر نمودند.
همزمان به شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نویه سینو با عریضه مرد 39 ساله ساکن همین نویه مراجعت نموده است که 23 فوریه سال 2023 شخص نامعلوم با رای پنهانی ایجابش یک عدد تلفن موبیل تمغه سامسونگ A32 را دزدیده از جای حادثه غایب شده است. ضرر رسانیده شده 3000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 37 ساله ساکن همین نویه صادر نموده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.